الله علیه السلام قرآن تلاوت کرده، اون هم فلسفه ای داره. حقیقت آن است که ظلمی که ظالمین در کربلا کردن و بعد از آن بی حد و بی نهایت است. یعنی در طول تاریخ همچون جنایتی این گونه اتفاق نیفتاده، کاری دیگه از دستشون بر نمی آمد، وگرنه تا اونجا که می توانستن ظلم کردن، اگر نکردن تو دیگه نمی توانستن. یکی از کارهاشون این بود که نهایت بی احترامی و اهانت رو نسبت به فرزندان پیغمبر انجام دادن. در روز 11 بیبی دالم در گفته قتلگاه دارد با خدا مناجات میکند و با بدن پاره پاره ابی عبدالله مرتبه نگاه کند، ببیند امام سجاد علیه السلام روی شتر بسته شده است، اون هم با زنجیر آهنی و صفدو فی الحدید. ببین نگاه کند ببیند از قصه و از غم دارد امام